می‌دهیم از استاد مسافر گرانمهر تا با سخنان شیرین و اشتیاق برانگیزشان شور دیگر بر برنامه ما بخشد. تشویقشان کنید. سلام به جلوه و جمال حق و مظهر کمال مطلق. درود میفرستم و محضر مبارک شما فرزانگان فرهیخته و صاحبان علم و اندیشه که با حضور سبز و شکوهمندتان در محفل امروزی ما صفا آوردید و زینت بخشیدید. تشریف آوری یکایک شما خوبان را صمیمانه خوش آمدید گفته و خیر مقدم عرض می نمایم. اجازه می خواهم از محضر مدیر محترم، سرمعلمین گرامی، اساتید نهایت معزز و ارجمند، شخصیت های شخیص علمی و فرهنگی، مهمانان عالی قدر، دانش آموزان پرشور و راهیان کعبه شعور، از آنجایی که در محفل یک نهاد آموزشی قرار داریم میخواهم لحظاتی کوتاه را در مورد رسالت نهادهای آموزشی صحبت نمایم. نهادهای آموزشی بدون شک زیربنایی ترین بخش جامعه را تشکیل می‌دهد. در تحول جامعه، در رشد و بالندگی زندگی فردی و اجتماعی انسان جایگاه ویژه و بی‌بدیلی دارد، طوری که صلاح و فساد هر جامعه بستگی تام بر نظام آموزشی آن جامعه دارد. از طرف دیگر همه می‌دانیم هر فاعل مختار هر فعل آگاهانه ای را برای رسیدن به هدفی انجام می‌دهد. پس برای نهادهای آموزشی با عنوان نخستین مراکز رسمی و تاثیرگذار جامعه چه رسالت غایی را باید جستجو کرد و چه انتظار نهایی را باید داشت؟ هرچند شعارهای رنگین پرزرق و برق مانند سواد دیجیتالی و آموزش جهانی و امثالهم زیاد به گوش میرسد، اما به باور من نهادهای آموزشی علاوه بر تطبیق درست نصاب تعلیمی تعریف شده در کشور بار سنگین دو رسالت و دو مسئولیت دیگر را به عهده دارند. یک، تربیت انسانی و اخلاقی دانش آموزان. دو، داشتن برنامه مشخص برای رشد استعدادهای فردی دانش آموزان. تربیت انسانی و اخلاقی دانش آموزان به این معنا که نهادهای آموزشی برای فعال نگه داشتن دستگاه آموزششان خبرترین و اندیشمندترین نیروی فکری جامعه را با خود دارند. زمانی که شاگرد با عنوان اینپوت و مواد خام وارد این دستگاه می شود و قول حضرت علی علیه السلام که می فرماید انما قلب الحدث کارض الخالیه، قلب کودک مانند زمین خالی و آماده زر است. پس انتظار می رود که در این قلب‌های پاک و معصوم بذر انسانیت پاشیده شود و گل ادب کاشته شود. تا بعد از طولانی ترین و پرهزینه ترین پروسس، یعنی 12 سال آموزش، افراد تعلیم یافته و تربیه شده، انسان‌های ساخته شده، متعهد، باورمند به ارزش‌های انسانی و زندگی مسالمت آمیز را
با عنوان محصول به جامعه تقدیم نمایند که این محصولشان مطلوب جامعه باشند. البته این رسالت خطیر و مهم را بیشتر معلمان عزیز ما در کامل هدایتگران به دوش میکشند، چون گفتار معلم تعلیم و رفتارشان تربیت است. فرانکل در کتاب انسان در جستجوی معنا نامه معروف و زیبای و معلمان جهان دارد. او می نویسد چیزی که از شما می خواهم این است که برای انسان شدن دانش آموزان تلاش کنید تا زحمت‌های بیشایبه شما موجب تربیت جانوران دانشمند و یا بیماران روانی ماهر نشود. خواندن، نوشتن، ریاضیات، جغرافیا زمان مهم است و ارزشمند می شود که به انسان شدن کودکان و اخلاقی زیستن دانش آموزان کمک کند و در غیر آن یک مشت معلومات بیش نخواهد بود. دکتر شدن، انجینیر شدن، متخصص شدن کار بس سخت و دشواری نیست. با رفتن چند صباح به مکتب و دانشگاه می توان این القاب را به دست آورد. اما فراموش نباید کرد که بزرگترین ثروت ما انسانیت و اخلاق ماست. دوم، مهمترین رسالتی که باید بیشتر کار شود و محور اصلی در سیاست گذاری و فعالیت‌های آموزشی قرار بگیرد داشتن برنامه مشخص، متنوع و مفید برای رشد استعدادهای فردی دانش آموزان است. برنامه‌ای که نه تنها اصالت فردی دانش آموزان حفظ شود بلکه جوانه بزند و شکوفه کند تا انسان‌های خلاق و تأثیرگذار به بار بیایند. ژان ژاک روسو معلم و فیلسوف فرانسوی میگوید تعلیم و تربیت باید بتواند برای هر کس وجه فردانیت و منحصر به فرد بودنش را معرفی کند و به دانش آموزان مطابق استعدادشان کمک نمایند تا جایگاه اصلیشان را در پازل هستی پیدا کنند. یعنی دانش آموزان طور باید تربیت شود در مسیری که برای آن خلق شده و استعدادش را دارد قرار بگیرد. این گونه میتوان از سردرگمی رهایی یافت و با انگیزه درس خواند. خوشبختانه امروز ما به محوریت نهاد آموزشی گرد هم آمده ایم که معلمان را رکن اساسی و محور اصلی تعلیم و تربیت دانسته و حرمت میگذارند. هدفمندانه در طول 2 دهه و اندی علاوه بر آموزش معیاری نصاب تعلیمی کشور برای احیای هویت هزارگی، زنده نگه داشتن ارزش‌های اخلاقی و تاریخی و یاد دادن زندگی عزتمندانه و مسئولانه نه تنها کوشیده است بلکه پیشکسوت هم بوده است. چنانکه صدها جوان دانشمند با اخلاق متعهد و دردآشنا را به جامعه تقدیم نموده و تقدیم می نماید. امروزه بیشتر از پیش با مدیریت و برنامه ریزی دقیق و با داشتن برنامه‌های متنوع و مفید و سازنده مانند تأسیس کتابخانه تخصصی و آزمایشگاه، ایجاد حلقه‌های مطالعاتی، دایر نمودن کلاس‌های نویسندگی
دکلمه، گردانندگی و سخنوری و تشویق نمودن شاگردان با اخلاق در هر فرصت پیش آمده بستر امن و شرایط مناسب شکوفایی استعدادهای فردی را مساعد ساخته است. به قول رضا بابایی، درد ما ندانستن نیست، بلکه درد ما خود دانا پینداری و به اشتهایی بخواندن و دانستن است. برای شکستن این طلسم خود دانا پینداری اکثریت اساتید بزرگوار، حتی مدیریت محترم بنیاد فرهنگی شمامه عضو این حلقه های مطالعاتی است، در کنار وظایف دغدغه‌های وظیفویشان مطالعه را کار روزانه‌شان ساخته تا نظام آموزشی کارا و بروز داشته باشید. در اخیر جا دارد یک بار دیگر از حضور گرم مهمانان عزیز سپاسگزاری نمایم و همچنان از مدیریت محترم، سرمعلمین عزیز، ریاست و اعضای محترم کمیته فرهنگی و عزیزان انجمن علمی و فرهنگی صلح و همه سرورانی که در برگزاری محفل امروز نقش داشتند و زحمت کشیدند صمیمانه سپاسگزاری می نمایم و برای عزیزان شرکت کننده در مسابقات آرزوی موفقیت دارم و السلام علیکم و رحمت الله.